استفاده زیاد از گوشکی موجب از بین رفتن سلولهای مغزی می شود. روحی 1398. استفاده زیاد از گوشکی ها به مرور زمان سبب از بین رفتن سلولهای مغزی، اختلال در تمرکز فکری و حتی سبب سرطان مغزی می گردد. دکتر همایون مومن، متخصص بخش روانی عصبی، در محاسبه با خبرگزاری صدای افغان از مضرات افزایش استفاده از گوشکی ها از سوی جوانان و نوجوانان در جامعه فعلی افغانستان سخن می گوید. وی افزود استفاده بیش از حد از گوشکی عوارض جسمی، روانی و اجتماعی فراوانی را برای فرد به بار می آورد و به صحت و روابط اجتماعی وی صدمه می زند. این متخصص روانی از سبب تایید نموده است که استفاده بیش از حد گوشکی عامل مرض فراموشی می شود. آقای مومن خاطر نشان ساخت که گوشکی موجبات از بین رفتن حجرات مغزی را فراهم کرده در نتیجه حافظه شخص را ضعیف می کند. و استفاده بیش از حد از گوشکی را در به وجود آمدن سرطان‌های مغز مؤثر دانست و گفت که بعضی از متخصصان به نقش گوشکی در بروز سرطان باور دارند. این متخصص روانی عصبی از میان آمدن و وابستگی به گوشکی اشاره نبود و افزود که استفاده بیش از حد گوشکی عامل به میان آمدن اعتیاد به گوشکی می شود. دکتر مومن گوشکی را یکی از عوامل کاهش تمرکز فکری برای فرد دانسته و تاکید نموده که فرد همواره از گوشکی استفاده می کند نمیتواند فکر سالمندی داشته باشد. اگر فرد همواره از گوشکی استفاده می کند نمیتواند فکر سالم داشته باشد. و در ادامه به تاثیر سوی گوشکی بالای شنوایی اشاره نمود و افزود که استفاده بیش از حد گوشکی می تواند سطح شنوایی شخص را کاهش دهد و باعث پدیدار شدن صداهای ناگهانی در گوش شوند. دکتر مومن تصریح نمود که استفاده بیش از حد گوشکی سبب گوشه‌گیری شدن شخص شده و فرد را از جامعه دور می کند. این متخصص روانی عصبی تصمیم خود را شخصا در استفاده بیش از حد گوشکی بسیار مهم دانست و افزود که جوانان باید به اراده قوی از گوشکی دوری نمایند. دکتر مومن پایان بودن سطح آگاهی جوانان نسبت به ضررهای گوشکی را عامل اصلی استفاده بیش از حد دانست و تاکید نمود که جوانان باید ابتدا طرز استفاده از تکنولوژی را یاد بگیرند و سپس از آن استفاده کنند. این در حال است که بیشتر جوانان و نوجوانان بیش از حد از گوشکی استفاده می‌کنند بدون آنکه از آسیب‌های آنها با خبر باشند. د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.